سلام دوستان، به قسمت پنجم آموزش برنامه‌نویسی لوا خوش اومدید. خب تو این قسمت می‌خوایم ادامه عملگرها رو بررسی کنیم. تو این قسمت می‌خوایم در مورد عملگرهای منطقی با هم دیگه صحبت کنیم. خب ابتدا یک فایل جدید می‌سازم دوباره با دستور تاج l4.lua کلیر می‌کنم صفحه‌مو، تیماتم رو ران می‌کنم. مثلا میشه پنجره جدید با استفاده از مایکرو این فایل جدید رو باز می‌کنم l4.lua. خب در اینجا ما برای اینکه ادامه عملگرها رو بریم بهتره که فایل قبلیمون رو باز کنیم ببینیم چه عملگرها رو دیدیم. ایگنور کنه. خب به اضافه منها بزرگتر مساوی دات دات یا خود مساوی رو دیدیم، فقط عملگرهای منطقی مونده. عملگرهای منطقی یکیش اند، یکیش اور. خودش داره رنگی. بذارید کامنت باز کنم. اند و اور. حالا شما همینا رو تو زبان‌های دیگه به این شکل می‌بینید. دو تا امپرسند، برای اور هم دو تا پایپ داریم. دو تا پایپ. ولی تو لوا اند و اور بهشون میگم. من یکم فونت بزرگتر کنم. بریم اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم که دقیقاً چه کاری انجام میدن. من یه متغیر جدید تعریف میکنم، لوکال x مساوی 10 مثلا. یه لوکال y مساوی 11 هم تعریف میکنم. خب بیایم بررسی کنیم که اینا چیکار میکنن. یه دونه x ریزالت هم تعریف میکنم، لوکال x یا خود ریزالت مساوی باشه با این حاصل جمعی که قرار انجام بدیم. ابتدا بیایم بگیم که آیا x بزرگتر از y و بعد پرینت کنیم ریزالت رو. پرینت ریزالت x بزرگتر از y نیست، در نتیجه به ما فالس رو برمیگردونه. حالا بیایم اینجا چاپش کنیم با دستور لوا l4.lua. این فالس رو بهمون برگردونه. اینا چیزایی بودن که تو جلسه قبل ما دوره کردیم. حالا میخوایم ببینیم اند دقیقاً چیکار میکنه که متوجه بشیم این اپراتورها چیکار میکنن. من اینجا میگم اند با y در واقع این پرانتزشو بذارم، یا میتونم بگم x کوچیکتر از مثلا 10 هم باشه، کوچیکتر مساوی 10 باشه یا بزرگتر از 10 باشه، بزرگتر یا مساوی. خب اتفاقی که اینجا داره میفته اینه، این اندی که اینجاست میگه که من اینو یکم جابجا کنم. این اندی که اینجاست در واقع میگه که باید این طرف معادله درست باشه، این طرف معادله هم درست باشه، در نتیجه این ریزالت ما درسته. در غیر این صورت ریزالتمون فالس. الان جواب ریزالتمون به خودی خود فالس هست. بذارید کاری کنیم که این ریزالتمون ترو رو برگردونه وقتی که اند رو ننوشتیم. اینجا رو کامنت میکنم. کامنت کردن رو یاد گرفتیم. x رو بزرگتر از y میکنم. حالا میریم رانش میکنیم، ترو رو بهمون برگردوند. حالا میایم اینجا اندمون رو اضافه میکنیم به داستان. الان بازم به ما در واقع ترو رو برمیگردونه. یه بار دیگه اجرا کنیم، این ترو رو بهمون برگردون. حالا اگه این اندمون جوابش فالس باشه چه اتفاقی میفته؟ مثلا این بزرگتر از مثلا خود 12 باشه. یه بار دیگه ران کنیم، این که فالس رو بهمون برگردون. چه اتفاقی افتاد؟ ببینید این قسمت تروه، این قسمت فالسه. ترو با فالس جوابش میشه فالس. به خاطر همین باید هر دو طرف معادلمون ترو باشه که جواب این ریزالت هم بشه ترو. در غیر این صورت فالس رو بهمون برمیگردونه. حالا برگردیم به اینجا. یه مثال دیگه هم براتون بزنم که قشنگ جا بیفته. یک مثال از اند. بذار دو طرف رو فالس کنم. y x کوچیکتر از در واقع y باشه و
x هم کوچیک‌تر از 12 باشه. الان اتفاقی که اینجا میفته اینجا فالسه، اینجا هم فالس رو بهمون برمیگردونه. تو جلسه قبل اینا رو دیدیم. حالا این اند اضافه شده، میگه این طرف هم باید ترو باشه، این طرف هم ترو باشه، من تا ترو رو بهت برگردونم. الان دو تا فالس داریم، دو تا غلط داریم، جوابش هم در نتیجه میشه فالس. بذارید اجراش کنیم، فالس رو بهمون برگردونه. حالا ببین همه حالت‌های اند رو من بخوام بنویسم اینطوری میشه. بذار یه کامنت همینجا تا همین کامنت بهتون توضیح یه خط یه دونه خط میکشم اینجوری وسطش می‌نویسم اند. این true and true جوابش میشه true. همین کپی میگم این خطا. true and false جوابش میشه false. در واقع false and false میشه false. این همه حالتهای اند. اینجا یه خط ازش میکشم، حالا اینجا اور رو می‌نویسم که مشخص باشه. بیایم اور رو بررسی کنیم. اینا کامنت میکنم. یه دونه لوکال دیگه تعریف میکنم. لوکال x مساوی با 10، لوکال y مساوی با 11. به عنوان مثال یه لوکال ریزالت مساوی باشه با همون عبارتی که قبلا مثلا نوشته بودیم x بزرگتر از y. x بزرگتر از y نیست، فالسه، برای همین x رو بزرگتر از y میکنم دوازده که ترو رو بهمون برگردونه. من صفر کلیه میکنم. خب چیزی رو بهم برنگردون چون چاپ نکردیم این چیزو. پرینت میکنم ریزالت رو، ترو رو بهمون برگردون. حالا بیایم اور رو بررسی کنیم. اینجا می‌نویسم اور، میخوام یه عبارت فالس اینجا بنویسم، مثلا بنویسم خود فالس رو. حالا ببینیم ریزالت چی بهمون برمیگردونه. ترو بهمون برمیگردونه. تو اور اگر این سمت در واقع معادل ترو باشه یا این سمتش ترو باشه جواب میشه ترو. یعنی فرق نمیکنه، ما حداقل باید یه دونه ترو داشته باشیم. اگر اینجا که تروه، خب اینجا فالسه، جواب به هر حال میشه ترو چون یه دونه ترو داریم. بذارید یه دونه عبارت می‌نویسم که قشنگتر متوجه بشیم. مثلا بگیم y، میخوام یه عبارت بنویسم که جوابش فالس باشه. y آیا کوچیکتر از مثلا 11؟ نه، مساوی 11. پس اینجا فالسه، اینجا تروه، جوابم میشه ترو. باز میخوام اف نوشتم، جواب میشه ترو. حالا بذاریم اجرا کنیم. ما ترو رو برگردونیم. اگه دو طرف ترو باشه بازم ترو رو بهم برمیگرده. الان من میخوام این قسمتی هم که یک عبارت فالس داریم، اینجا فالسه، اینجا رو هم ترو کنم. آیا y چند؟ 11. y کوچیکتر یا مساوی 11 یه مساوی اضافه کردم. اینجا هر دو طرفش ترو شد. خب پس اور در چه حالتی بهمون فالس برمیگرده؟ در حالتی که همه معادلمون فالس باشه، یعنی این قسمتش هم فالس باشه، این قسمت هم فالس باشه. در دو تا عبارت فالس می‌نویسم. این میگم x کوچیکتر از y، x کوچیکتر از y نیست. y بزرگتر مساوی 11 یا میگم بزرگتر از 11 که فالس بشه. الان دو طرفش فالسه، دو تا فالس داریم. اینجا فالسه، اینجا هم فالسه، در نتیجه جوابش هم میشه فالس. اجرا میگیریم، فالس رو بهمون برگرد. بذارین همه حالتهای فالس هم اینجا، همه حالتهای اور رو هم اینجا بنویسیم. true or true میشه true or false میشه true، false or false میشه false. حالا اینا رو هم میتونیم مثلا جابجا کنیم، مثلا این ور فالس باشه اون ور ترو باشه، یه حالت اضافه داره که خیلی مهم نیست. اگه میخواین اینجا می‌نویسمش که
داشته باشیم. مثلا اینجا اول باشه false and true که برعکس اون بالایشه میشه false بازم. این مال انده. برای true هم برای or هم بنویسم، اینجا می‌نویسمش مثلا بنویسم false or true، خب میشه true. همه حالت هایی که میتونیم داشته باشیم همین است. همونطور که می‌بینید چیز خیلی پیچیده نیست، یعنی در واقع دو تا شرط یا چند تا شرط حتی شما دارید، با این اند اور میتونید چند تا شرط رو با هم دیگه مقایسه کنید. مثلا میگیم هم این درست باشه هم این درست باشه میشه اند، میگیم یکیش درست باشه میگیم اور میشه اور، یکیش درست باشه پس میشه اور، دو تاشون درست باشن میشن اند. و خب چیز دیگه ای نداشت، خیلی مبحث ساده‌ای بود. ممنونم که این ویدیو رو دیدین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.